شما ژاپن رو به عنوان کشور توسعه یافته قبول دارید؟ پیشرفته؟ اقتصادی از نظر اقتصادی. من یه سوال دارم. ژاپن سالانه چند هزار نفر خودکشی میکنن؟ نه من بحث اقتصادی با شما میکنم. من اقتصادی میکنم. اقتصاد یه جا میستد، معنویت میگه الله. اقتصاد هدف ما نیست، هدف قائم ما خداوند متعال است، اهداف ما الهی است. ژاپن اقتصادش، شما نماینده مردم هستید، میخوای اونا رو به بهشت ببری. من نوکر ملتم. نه خب ببین ما بحث اقتصادی و نون و معیشت میکنیم. نون و معیشت من از اسلام یاد گرفتم. وقتی که توزیع عادلانه علی الاسلام بکنید، اگر 10% فرامین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، 10% فرامین رهبر فرزانه را در جامعه ما عملیاتی میکردیم، الان ایران هیچ بیکار نداشت. شما میدونید من میخوام چه سوالی از شما بکنم، برای همین جواب من نمیدید. من به حال نور وصل نیستم مثل بعضی‌ها. من به حال ژاپن توسعه یافته و اقتصادی هست یا نیست؟ با چه نکبتی تو داخل ژاپن ارتش امریکا پایگاه دارد، دختر ژاپن میگه میره امریکا، هیچ نمیتونه اعتراض کنه. شما تشریف بردید اونجا، این شاهد بودید؟ آقا من هم شاهدم هم اطلاعات دارم. من رفتم کره جنوبی، هیئت نایب رئیس مجلس جلسه داشت، گفت گرد نظامتون بدونید. نایب رئیس مجلس کجا؟ کره. گرد نظامتون بدونید، اقتدار دارید. شما میگی که ما صلابت مردانگی خودمون را، فرهنگ غنی اسلامی را در مادیات خلاصه و معنی کنیم، به حراج بذاریم. این تفکر کلا غلطه. ما سوار پرات میشیم، مردانگیمون را حفظ میکنیم. قیمت گرسنگی شما ما با کره با هم شروع کردیم. ما ایران ناسیونال رو داشتیم، یک سال هم جلوتر از کره. اونا هم شروع کردن یه چیزهایی رو صنعت خود سال 63 چین آمد از ما 200 تا اتوبوس برد رفت وسایل عمومی شهری شانگهای رو راه انداخت. 63 میگم، اضافه نمیگم. خب الان ما چه تأثیری الان داره؟ الان تو اقتصاد ما چه تأثیری داره؟ تو صنعت ما آدم‌ها مثل شما غریب پرستان نداشته ما روش. ما می‌خوایم استفاده کنیم از تکنیک. نه تکنیک با چه قیمتی؟ خودروسازی بنگاه اقتصادیه، بنگاه سیاسی نیست. یک سیاه باید اضافه باشه، نه یک سفید اونجا اضافه باشه. اونجا باید سرمایه‌گذاریش نقد باشد، نه از بانک 30% وام بگیرد، فلج کند مصرف کننده را. ما اگه به خودروسازانمان به عنوان بنگاه اقتصادی نگاه کنیم، چشم طمع از معاملاتشون، راندیشون، خریدهای کذای سفارش دفتر رئیس جمهور، دفتر معاون اول، دفتر وزیر را برداریم، روی پایش بیستانیم، پرات میاد میشه 30 میلیون تومان، کیفتش میره بالا. بله.